بازگردد. میگویند امیر خسرو دهلوی برای دیدن خواجه نظامی‌دین که یکی از فضلای مشهور و شیخان نامدار هند بود رفت و برای مشرف شدن به حضور او این قطعه را فرستاد: تو آن شاهی که بر ایوان قصرت کبوتر گر نشیند بازگردد. غریب مستمند بر در آمد بیاید اندرون یا بازگردد. خواجه با این دو بیت پاسخ داد: بیاید اندرون مردی سخندان که با من یک نفس همراز گردد. اگر ابله بود آن مرد و نادان ز هر راهی که آمد بازگردد. دوستان همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید. همیشه خوشحال و خوشگوی و خوش‌طبع باشید.